انا همین مسائل چی است؟ اعتقاد است. بارک الله فیکم. اما سوال به وجود می آید که فرق بین عقیده و توحید در چیست؟ آیا همین عقیده توحید است و توحید عقیده است، یا که فرق وجود دارد بین عقیده و توحید؟ برادر عزیزم بارک الله فیکم، به شما در حلقه گذشته معنای عقیده رو لغتا و اصطلاحا بیان نمودیم و حالا توحید رو لغتا و اصطلاحا بیان می نمویم و بعد از این فرق عقیده و فرق بین عقیده و توحید به شما معلوم می شود. عقیده در لغت ربط، بستن، ربطو، بستن، پیوست کردن، اشد، بستن، گره. اما توحید در لغت، کلمه التوحید در لغت این ریشه وحد یوحد توحید است. توحید در لغت یعنی افراد شی، یک چیز رو یگانه کردن، یک چیز رو یگانه تنها کردن، نمینه توحید میگند. یا یک حکم برآوردن که یک چیز یکتا هست، تو تنها است. یک چیز رو تنها گفتن، یکتا گفتن، انا همین رو توحید میگن در لغت، کدام چیزی نباشد. اما توحید رو در اصطلاح شریعت، از نظر شریعت چی معنی میدهند؟ علما معنی های گوناگون دادن. توحید افراد الله بالعباده، معروف ترین تعریف توحید. لیکن این افراد الله فی العباده یا که بالعباده، افراد الله بالعباده، یگانه دانستن الله در عبادت، یگانه الله رو در عبادت، تنها عبادت کردن و قصد کردن، این فقط تعریف توحید الوهیت است. افراد الله بالعباده وقتی که میگید شما توحید الوهیت رو معنی داد کردید، نه عموم توحید رو. توحید الله سبحانه و تعالی اگر در عموم بگوید، اعتقادی یگانه داشتن، یگانه بودن الله سبحانه و تعالی، اعتقاد داشتن به یگانگی الله سبحانه و تعالی در افعالش، در ربوبیتش، در الوهیتش و در اسما و صفاتش، انمین بارک الله فیکم توحید است که علما گفتند افراد الله سبحانه و تعالی فی الربوبیت و فی الالوهیت و فی الاسماء و الصفات. یگانه دانستن الله در ربوبیت، در الوهیت، در اسما و صفات و فی الحکم و در حکم. و پاک کردن الله از صفتهای نقص، کمبودی، هرگز به الله نسبت ندادن صفتهای کمبودی، پاک کردن الله سبحانه و تعالی از شرک، از انداد، ترک کردن شرک، ترک کردن کفر و نفاق، انا همین است توحید. انا کنون توحید یکی از خاصترین مسائل اعتقاد است. فرق حالا به شما بیان می شود. فرق عقیده و فرق توحید در چیست؟ عقیده عام است، توحید خاص است. توحید اصل عقیده است. توحید اصل عقیده. انا همین علم عقیده به خودش اصل دارد و فرع دارد، یا اصل دارد و جزئیات دارد. بعضی مسائل عقیده مسائل جزئیات، مسائل دقیق، مسائل فروعی پایانتر است. اما قسم از مسائل عقیده مسائل اصولی است. کسی که نفهمد، نداند، ایمان نبیاورد کافر است. باید این فرق را ما بدانیم. توحید این از قسم اصلی عقیده هست. کسی که توحید ندارد عقیده ندارد، قلبش اصلاح نشده، توحید ندارد، اقرار و تصدیق ندارد، به الله سبحانه و تعالی ایمان آورده است. زیرا که توحید این به چی تعلق دارد؟ اثبات کردن
اثبات کردن آن چیزهایی که باید به الله اثبات کرده شد، اثبات، و انکار کردن غیر الله از الههای باطل که کفر بالطاغوت است. کفر بالطاغوت ایمان به الله، دو رکن لا اله الا الله، دو رکن توحید، شرطهایش، اینها از اصول عقیده است، اصول عقیده. بارک الله فیکم. پس فرق عقیده و توحید چیست؟ عقیده عموم یک نام علم است که از اعتقاد است و از قول قلب است، لیکن انا همین عقیده هم مسائل نازک و دقیق و خفی و از فروع دقایق دارد و مسائل اصول و واضح و آشکار و از اصل دین دارد. توحید از اصل دین است و از اصل عقیده است. کسی که توحید ندارد عقیده ندارد، اصل عقیده را ندارد. بارک الله فیکم. برای همین حتی علما دین اسلام را توحید گفتند. دین ما توحید است. بله، این دین اسلام بدون توحید به وجود نمیاد، زیرا که معنای اسلام را شما ببینید که چی معنی دارد. استسلام لله بالتوحید و انقیاد له بالطاعه و براءة من الشرك و اهله. تسلیم شدن به الله در همه نمود توحید، پابرجا بودن در عمل و براءت کردن از شرک و براءت کردن از مشرکین. توحید یکمین نمود توحید، یگانه دانستن الله در ربوبیت، در خلقش، در ملکش، در تدبیرش. الله در ربوبیتش هیچ شریکی ندارد، در خلق، در ملک، در تدبیر هیچ شریکی ندارد. این دلالت میکند که هر کسی که اعتقاد میکند که الله در این باب شریک دارد در باب ربوبیت مشرک است. بمانند صوفی ها که دعوا میکنند که اقطاب گفتن اولیای دارند، اقطاب کتب در 4 کنج دنیا ایستاده دنیا را نگاه میکنند. باریدن باران، لرزیدن زمین، آمدن آفت و بلا، این چیزها در دست اونها، نگهداری هم در دست اونها میگن. اعوذ بالله. شرک واضح است، شرک اکبر است. اینها شرکشان در ربوبیت است. صوفی های بیچاره اولیای مرده اشان را، گویا همین انسان های عادی مرده اشان را، امام ها، پیشواها، پیرهایشان را به درجه الله برآوردند سبحانه و تعالی، و این شرک است. و مشرکین بدترین مخلوق الله در روی زمین هستند، خبیثترین، نجسترین انسان هستند. انما المشرکون نجس. مشرکان نجس هستند، اعتقاد نجسی دارند، انسان را به درجه الله برآوردند. و همین صوفی در بین شما وجود دارد، امروز وجود دارد. در تاجیکستان و افغانستان و ایران امروز صوفی ها جوش میزنند. شکل است مثل شکل تو است، صحبتش، پوست و رنگش از تو است، اما عقیدهش نجس است، عقیده شرکی دارد، انسان را به مرتبه الله میرساند. وقتی که به او رد میزنی که انسان تو توحید ربوبیت نداری، تو را سلفی، وهابی، تکفیری، خوارج و غیره. و یک طرف دیگر می آید عذری های خبیث، انا همین مشرک هایی که انسان را به درجه اولیا برآورده همونها را مسلمان میگه. بمانندی صوفی ها را قبوری یا رافضه که 12 یا 11 امامش، حالا 12مینش گویا که 250 هجری تولد شده تا حاضر وجود ندارد، 12 امامش را اعوذ بالله به مرتبه الله برآورده رسانده است، مشهور و معروف است، لیکن عذری ها اینها را مسلمان میگه. توحید دوم، توحید یگانه دانستن الله در الوهیت الله، در عبادت نمودن الله، در عبادت کردن الله. تو باید یگانه الله عبادت بکنی و اعتقاد بکنی که شایسته عبادت، مستحق عبادت یگانه الله است و هیچ شریک الله در عبادت ندارد. پس کسانی که می روند عبادت رو به غیر الله انجام می دهند، اینها مشرکینند. عبادت دو نمود است، عبادت دو نمود است.
عبادتی که به رکوع و سجده و این عبادت ها به مانند نماز و روزه و حج و زکات و غیره، و عبادتی که دعا. برای همین شرک هم دو نموده: شرک و دعوه، شرک دعا و شرک عبادت. دعا، الدعاء هو العباده. رسول الله گفتن دعا کردن عبادت است. امروز اکثر انسان های عادی که خود را به اسلام نسبت میدن، خود را مسلمان میگن، در حقیقت انسان های بیچاره هستند، به شرک دعا واقع میشن. امروز بزرگترین شرکی که در بین امت اسلام منتشر شده است، در تاجیکستان و ازبکستان و در روسیه و کوکاز و افغان و ایران و این همه منطقه ها منتشر شده است، این شرک چی است؟ بارک الله فیکم. شرک در دعا هست. بسیاری مسلمان ها نماز میخواند، روزه میدارد، انسانی با آداب است، با اخلاق است، پاک است، تازه است، آزاده است، خیانت ندارد، راستگو است، غیبت ندارد. به عقل انسان از یک جانب، لیکن از جانب دیگر بی عقل ترین انسان است، زیرا که مشرک بی عقل است. می رود برکات را از قبر اولیاء، از مزار می طلبد. از تاجیکستان می رود به ازبکستان به قبر نقشبندی، دیوانه بهاءالدین هم میگن نو، به قبر و قبرها دور میزند، به گرد درختها و غیره آتش کده ها میکند و میگوید که ای ایشان فلانی، یا ای دیوانه بهاءالدین، ای نقشبندی، ای مولوی فلانی، ای اولیاء فلانی، من فرزند ندارم، من مریض هستم، کاری من امسال خوب نشد، به من کمک کنید میگوید. انمی شرک اکبر است. و امروز میلیون ها انسان که خود را به اسلام نسبت میدهند به همین شرک دعا گرفتار شدند. منطقه دهه در تاجیکستان نیست مگر این که مزار دارد. مزار برای چی بد است؟ برای که مردم میروند در بالای این مزار طلب کمک میکنند، میگن که خیر من یک طلب کردم، این عبادت نیست، لیکن قرآن میگه که دعا عبادت است. رسول الله میگن که دعا کردن عبادت است، طلب کردن عبادت است. طلب را به خاطر دو چیز کرده میشد: جلب المنفعتی و دفع المضرتی. یا به خاطر جلب کردن فایده ها، به من فایده ته، به من فرزند بده، به من این بده، به من اون بده، برکه کارم بده، بای کن، به دولت کن. یا برای اینکه مرا از بلا نجات ته، مرا از کسلی شفات گویان انسان ها رفته دعا میکرد. امروز ای مسلمان به منطقه خودت نظر بکن، مزار یا بزرگ یا کوچک وجود دارد. لطه بندی ها این را نظر میگن، لطه میبندند، یک لطه رو میبندند، رومال رو، یک چیزی رو، این نظر است. شاخهای بزرگ و سند و گاو و سگ و این استخوانهای سر زده به بالای یگان درخت زده، مردم از این شاخها میترسند و این شاخها رو من نمیدونم اولیاء یک چیز دیگر اسم میکنند. بسیاری کسها بوز و گوسفند رو کشاله کرده میبرند، در بالای همین مزار، در بالای قبر ذبح میکنند به حرمت همین قبر. به بالای همین قبر میگن انا همین بسم الله به نام همین آدم، انا همین بالای قبر ذبح میکنند. بسم الله گفتهشون فایده ندارد. این و ما ذبح علی النصب، این حیوان کشته ای که در بالای قبر کشته میشد خوردنش حرام است. این مال به بالای در حالت شرک به شرک کشته شد، خوردنش حرام است. مردم اینجا میروند بالاهای قبر مسح میکشند، خاک سری قبر میورند به بدنانشون میورند. این شرک اکبر است، اما مردم بیخبرند. امروز صوفی ها قبرها را با بزیب کرده بنا میکنند، رشت های پخته کتی نقص کرده کلتکه میکنند. بعد از این جوهلای صوفی ها حتی برای طواف کردن در گرد قبر راهچه های بزیب را آماده میکنند که آرام آرام در گرد قبر طواف کن. چقدر زنها، چقدر مادرها، خواهرها به خاطر اینکه یگان فرزندش خوب شود، خودش خوب شود، شوهرش کارش خوب شود، در یک سال 10 مرتبه به سر قبر می رود، دور می زند، لطه می بندد، نظر می کند، گوسفند می برد، طلب دعا می کند، مس می کشد. مشرک است، بیچاره مشرکه و دیگر رفتگی هم مشرک است.
کودک ها را مویش رو دراز میکنند میبرند در بالای این قبر میگیرند. نظر است نمیشویم. و امروز هم گمراهی در بین امت در باب توحید اسما و صفات منتشر است. چقدر انسان هایی که به نام ملا، اولیا، مولوی 10 سال 20 سال در فلان و فلان جا خونده، سلش بزرگ است، جلتکه ها دارد، اما مشرک است در توحید اسما و صفات. به اهمیتی در باب اسما و صفات نکنید. امروز در بین صوفی، اشعری و ماتریدی و رافضه خیر یک طرف بگذاریم، رافضه معروف است، رافضه کفار مشرکین در همه باب است، لیکن اشعری و ماتریدی صوفی که خودش دعوای اهل سنتی میکند، گویا که در نزد اونها توحید اسما و صفات وجود ندارد. تمام صفاتهای الله انکار کردند، یگان صفت نماند انکار کردند. علمایی که امروز معروف هستند در بین شما از قوم شما، ریش های زیبا و سرهای کلو، توقه های زیبا و جلتکه های زیبا میپوشند، اینها همون علما یا همون امام های هستند که پیامبر به ما خبر داده بود و گفته بود اخاف علی امتی من ائمه المضلین، من به امتم از امام های گمراه کننده میترسم. همین امام های گمراه کننده هستند. اینها در باب توحید اسما و صفات اینها مشرکین هستند. اول مشبهه شدند و به شرک تشبیه و بعد از این به شرک تعطیل رفتند. در بالا بودن الله انکار میکنند، یعنی صفت علو ذات الله انکار میکنند. کلام الله کلام نفسی میگن، صفت دست، صفت پای، صفت چشم، صفت آمدن، صفت نازل شدن، صفت برآمدن، همه صفاتهای الله را بجز 7 صفت انکار میکنند. له الحیات والکلام والبصر والعلم والاراده والسمع والقدر. 7 صفت قبول دارند، باقی صفت قبول ندارند. این عمل در کدام اساس کردند؟ در اساس هوای هوسشون تابع قرآن و سنت نشد. اینها به قرآن و سنت تن ندادند، اینها اطاعت قرآن و سنت نکردند. رسول الله گفت لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. یگان نفری از شما مسلمان نمیشوید تا همان وقتی که هوا و هوس شما تابع قرآن و سنت بشود. لیکن افسوس که این بنام ملاها در باب اسما و صفات تابع قرآن و سنت نشدند. در باب کفر به طاغوت اصول دین تابع قرآن و سنت نشدند. اینها توحید الوهیت هم ندارند، توحید اسما و صفات ندارند. توحید و از غیر الله نفی کنید، انکار کنید. هرگز فقط عبادت به الله میکنم لیکن غیر الله که کارم نه نگوید. عبادت به الله انجام میتم، به غیر الله کفر میورزم، به طاغوت ها، به اله های باطل کفر میورزم. باید بگید همین است اخلاص و همه دین از آن الله است سبحانه و تعالی. در سوره نساء 36 الله چی گفت؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا. یگانه الله به عبادت بکنید، یگانه الله عبادت بکنید و به الله کسی را شریک قرار ندهید. سبحان الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتند؟ من مات و هو یعلم ان لا اله الا الله دخل الجنه. هر کسی که میمیرد در حالتی که میداند که نیست معبودی بر حق بجز الله، بعد داخل جنت میشد. جنت رفتن در اساس علم است، در اساس فهمیدن توحید است. کسی که نو مخ نمیفهمد، پس جاهل که موند جنت هم نمیدارد. جاهل موندن در توحید کفر است. انسانی که توحید نفهمید کافر است. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم معاذ را به یمن فرستادن چی گفتند؟ فلیکن اول ما تدعوهم الیه ان یوحدوا الله. یک روایت، به روایت دیگر به ان یشهدوا ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. ای معاذ، تو به یک قوم میری که اهل کتاب هستند، اولین چیزی که اونها رو دعوت میکنی، اولین دعوت تو باید به سوی توحید باشد، به سوی لا اله الا الله باشد، به سوی محمد رسول الله باشد. اولین چیزی که مردم رو به سوی اون تو باید دعوت کنی ای یوحد الله، این که توحید الله را به جا بیاورند. پس این دلالت میکرد که توحید حق رب العالمین است و بزرگترین فرض کرده واجب کرده الله به سر انسانیت است. اولین قدم به سوی اسلام است و اولین چیزی که انسان اگر به نواقض گرفتار شد همین توحید میشکند. و بزرگترین کفر هم و شرک هم در باب توحید است. وقتی که قبول نکردی، نه آموختی، شرک کردی. انا این بود که به تو
عقیده هم معلوم شد، توحید هم معلوم شد، فرق بین عقیده و توحید هم بیان شد. حالا بارک الله فیکم، بعد از این ما داخل می شویم به شرح ارکان، رکنهای ششگانه ایمان. لیکن باید بدانید که اولین جمله که رسول الله صلی الله علیه و سلم به جبرائیل علیه السلام گفتند ان تؤمن بالله. جبرائیل وقتی که رسول الله را سوال کردند که مل ایمان، لا اله الا انت استغفر